السلام علیکم بچه جانوی مهربان مهاجران مهنت. من یک مادری تاجیکستانی از تاجیکستان آمدم. 2 سال بعد در روسیه عذاب کشیده ایستادم. من بیمارم، بیماری عصب دارم، دیسکریژه دارم. من در یک سیخ شخصی کار میکنم، شخصی که زنی مثال 30 سالش کلان وای مثنی اروس در همون خونه همون زن کار میکنم. اویلی که حلالم ندارم. من یک بچه اینوالید دارم. میخواهم بچه هم توبت کنم. پسری من تولد 80 در خانه اینوالید. من باشم خودم هم مزم نیست، سلامتی هم خوب نیست. بچه جانو از شما خواهش میکنم که دستیاری رسونید. بچه جانو من به حد عذاب کشیدستم. زندگی بر سرم مثل جهنم شدگی. در یک خانه مثل دومی بریمون زندگی میکنم. من باورم نکنید. من دیوالای خانه ما تماشا کنید که من در چخل جاها زندگی میکنم. یگان گپی مثل خطا دروغ نیست. بچه جانو از شما خواهش میکنم فرزندان عزیز، شما هم برای من پسر، من برای شما مادر. یک مادری مثل غم زده رهگم زده رو شما دست یاری رسونید. خدا شما را میتید. فرزندان عزیزم من به حد عذاب کشیدستم. 2 سال باز درم جرس شدم. اویلی که من همگی 8000 10000 5000 6000 ماهی شده است که 3000 گرفتم. پاری نه در امی کرانتین 2-3 ماه کار کردم نکردم. کرانتین شد. از صبح امی کرانتین من امی بچه های بلاگر یاردم دادن، خوراکا آوردن. یگان جای عیب فریبش نیست. بچه جانو من به حد عذاب کشیده ایستادم. میخواهم به تاجیکستانم روم، خودم توبت کنم. التماس از شما فرزندان عزیز، مهاجران محترم، فرزندان بچه جانان دستی کمک یاری رسانید. من از شما کمک میخواهم فرزندان عزیز. رحمت کلان جای شما مثال خیر کردگی شما را خداوند پر میکند. انشالله خدا شما را میتید. من یک پسر اینوالید دارم، از دستی وی هیچ کار نمیباید. من همینجا میبینم پسرانی که به مادراشون پر روان میکنند. من یک کرته گفتی گپا گریه میکنم. هر روز من عصبم از حسابی گریه خراب است. دولینیم بلند میشود. التماس بچه جانو التماس، من یک مادری تاجیکستانی ام. التماس دستی وری رسانید. چقدری که دلتان میشود اونقدر بچه جانو. خدا عمری همه شما رو دراز کند. خدا دردی سری یگان کس رنگی من همین خیل زنی در پیری خور نشود. خداوندی کریم همیشه شما را در پناه خدا نگه دارد. خدا جای یاردم دادگی شما را خداوند پر کند. التماس التجا دارم و وطن خودم میخواهم برگردم. وطن خودم مرم هم در وطن خودم مرم، زنده همونم در وطن خودم مرم. التماس بچه جانو دست یاری کمک رسانی. کارتم من کارتم باور نکنید. 1 هفته باز من ششته و خیسته من امین میونم عذابم میدید. بچه جانو من میخواهم امین یک اپیراسیون گذرونم. پول ندارم که به وطن برگردم. من امین کارتای من باور نکنید. در نمره تلفنم تلفن کنید. همه شون رو به شما گفتم میدیم. بچه جانو التماس از شما یک مادری تاجیکستانی رو دستشون رو گیرید. خدا از شما راضی باشد.